برای من هم پیش از همه سلامتی کامیابی های اهل عائله، همسر، فرزندان، نبیره ها، خشتبار، اهل اولاد و ادای رسالت اجتماعی خود در جامعه. و باز ده ها پهلوی گوناگون زندگی است که برای انسان باید که هم مقام مهم داشته باشد و هم یک زمینه کوشش و تلاش دائمی محسوب یابد. از همه مهم پدر و مادرم و فرزند می باشد. از همه مهم در من و فرزندای پدرم که در نیمرای زندگی تنها موندگی، پدر و مادرم دستگیری کردگی تمام. من یگان کس دیگه ندارم. Для меня самое важное, наверное, это театр. Я с детства ходила в театр, увлекалась, любила. Когда я поступила, для меня это было невозможно. Но сейчас превыше всего для меня стоит театр. Ну, это, естественно, после семьи. از همه مهم برای من خوشبختی فرزندان، سلامتی عائله‌ام، همین چیز برای من مهم است. بغیر از این جای کار که یک دهان نان برای فرزندان، برای خوندن و تحصیلشان جای کار داشته باشن که برای اونا یک دهان کار کرده یا دیگه هیچ چیز مهم نیست. در زندگی برای من همه مهمش این زن، فرزند، پدر، مادر است. اگر فرزند پدر مادر باشد دیگه هیچ مهم نیست، دیگه هم 100% از زندگی رفتن میگیره، میده کار شدن میگیره. برای من شخصا از همه چیز مهمترین در زندگی صلح و ثبات در تمام دنیا می باشد. در زندگی همین سوم باشه همش میشود، جورا هم میابی، کار هم میابی، همش میشود. برای من همچون زن، همچون مادر، فرزندان من باید با هیچ چیز احتیاج نداشته باشد. زندگی نه، زندگی خوب، زندگی که فرزندان من باید فرزندانم رو به کمبودی، به یگان مشکلی ها کلان کنم، فرزندانم رو به پایان رسانم. در زندگی مهم به من این آبرو اعتبار داشتن است و سیر و گشت دنیا جهان می باشد.